بچه‌ها گوش کنید. اکنون من این نمونه حاصله فونکسیون رو یافتم برای فونکسی نشان دهندگی. فونکسی نشان دهندگی. اکنون گوش کنید. فقط که اینجا فونکسی ما سرعتش فونکسی نشان دهندگی عبارت، مخرجش با یک دیگه فونکسی عبارت. یعنی که اینجا فونکسی کسری شده است. همون به شما حاصله تقسیم استفاده می‌برید. حاصله چیه؟ فهمی حاصله ما صرف درد پرو داشتیم. اونجا حاصله موازنه معرفتند هست. موضوع حاصله فهمیدید؟ از سرش تا آخرش همش هست. همونجا به یک بار دیگه در آمدن میاد. فهمیدید؟ پیش از این نمی‌بینید. حاصله تقسیم فرمولش این بود. او تقسیم و اشتریخ او اشتریخ ضرب و ترک او و اشتریخ تقسیم چه بود؟ و کوادرات. انا این فرموله اینجا استفاده می‌کنید. جای اون چند های حاضر؟ درست. جای گند چی؟ تمام. همین قاعده استفاده می‌کنید. دیگه اشتریخ برابری یک بار فونکسی می‌نویسیم خودش. نول از دادو نشان دهندش مینوس x پلوس 1 اشتریخ. می‌خواید؟ اگر برای چهل آسانه جای او به چند مانی مستان؟ نول از دادو نشان دهندش مینوس x حاصلش ضرب و و چند؟ اگر به قفص x پلوس 1 نمی‌سان ممکن نیده حتما قفص. من این مینوسی فرمولانگیه گشته اینجا با اون منامسیه کنک مینوسی انا اوی خودش نولو از دادو نشان دهنده چند؟ ضربی و چیزیش اشتریخه و مینوسیم x جمع یک چیزیش حاصلش تقسیمی و کوادرات x جمع یک چیزه در کوادرات. تمام. انا این چیز حاصله گرفتم چون کدام فرموله در کار همینطور یک مثال گذاشته کنم. نشان دهندش x انا اینجا x نه بوده نشان دهندش اوی حاصلش نشان دهندش او ضرب او اشتریخ ضرب ln از چیزه نگاه کنید. نولو از در جای چند های؟ جای اون چند های؟ مینوس x. نولو از دادو مینوس x ضربی مینوس x حاصلش. مینوس x حاصلش چند برابر؟ مینوس یک. یک بار من پیش برم مینوس یکی می‌نویسم. من جای اوشتی الان که برفت. مینوس x حاصلش مینوس یک برابر. مینوس یک الان اینجا ده. یکی نمی‌نویسم تو یک کرد. ضربی ln از ln از نولو از دادو. تمام؟ ضربی این خودش x جمع یک مینوسی اکنون اینو ببینید x جمع یک حاصلش چند برابر. اگر اینو ببینید او جمع و حاصلش او اشتریخ جمع و اشتریخ علاوه حاصل می‌گرفتیم x حاصلش چند برابر؟ یک حاصلش چند برابر؟ یک جمع نول چند؟ یک که هم عدد ضرب زنیم با خودش مینوسی نولو از دادو مینوسی x تقسیم x جمع یک در چی؟ کوادرات. اگر خواهید اگر کمک ساده کنید نخواهید اگر هم تو استدام تمام میشه. ساده کردن ما چون کنیم مینوس من پیشی کسر رو می‌نویسیم. مینوس پیشی کسر رو می‌نویسیم چی میشه؟ مینوسی یک بار نولو از دادو نشان دهندش مینوسی x برابر گیرید اگر مینوسی نولو از دادو نشان دهندش مینوسی چند؟ x. تمام. قرصانه میماند ln از نولو از دادو ضرب x پلوس یک. می‌فهمید؟ یا که اگر خواهید اگر x پلوس یک پیش بنویسید مالش برای آنکه فهم با کسی گمان نکند که x پلوس یک تگی لگریش مانده. x پلوس یک ما تگی لگریش مانده نه بیرون لگریش مینوس یک تقسیم x پلوس یک سش الان ما مینوس از هست برای اونجا پلوس میشه. تمام x پلوس یک کوادراتش. اگر این نشان دهنده مثبت میکنم گویا دیگه چاکران نکار مخرج مثل اون نکار
مخرج فلوریدگر میشه مینوسی یعنی اینجا میشه خطی کسر این چیز مخرج به اون نول از در دو نشون دادش مینوس x بود مخرج فلوریدگر x خودش x پلس 1 در کوادرات اكو من گفتم x پلس 1 کش بنویسید با گمان نبرد که مثلا یکم کس x پلس 1 پی لگریف من استفاده است گفتم پی پلس 1 تمام فقط که تمام همین که حل شد فهمه مثال دوم گذاریم مثال دوم ببینید این بیان حاصله سه استفاده بریم تقسیم حاصله تقسیم یک بار من حاصله گرام میتونم به زیاد کی ننویسیم اینو ببینید اول پشت ریخ هم خیلی گوش کنید بچه‌ها همین لگریتم من فکر بیاد گفتم حاصله علامتی حاصله نوشتن میتونید قرض رو گیت اینجا به علامتش ریخ مونید میتونید اینجا بهش ریخ مونید هر دوش هم یک فهمیدید ببینید ضربی و x کوادرات جمع 1 مینوسی اوی خودش ln از x جمع 3 خودش ضربی و یه چیزش حاصلش x کوادرات جمع 1 حاصلش تقسیمی و کوادرات تمام برابری اینا نگاه کنید انا ln از x حاصلش 3 برابر بود یک مثال گذاشتم یک تقسیم x بود لیکن اینجا فقط x نیده جای x اند x پلس 3 ln از اوی بینید ln از او چه برابر یک تقسیم او ضرب اشتراک یعنی که اشتراک تقسیم او باید میمونه اشتراک یک به ضرب میشه تو اما اینجا جای مونده این چیز هست یعنی که x جمع 3 اشتراکش تقسیم او x جمع 3 ضربی x کوادرات جمع چند 1 مینوسی x کوادرات حاصلش چند برابر 1 حاصلش 9 برابر 2x ln از x جمع 3 تقسیمی x کوادرات جمع 1 3 کوادراتش برابری x جمع 3 چند برابر حاصلش 1 برابر x حاصلش 1 3 حاصلش 0 1 جمع 0 چند 1 یعنی x کوادرات جمع 1 اینجا ضرب شود حالش ضرب شود x کوادرات جمع 1 تقسیم x جمع 3 میتوانید همین x جمع 3 نشون هم ضرب کنید و ساده تر کنید هم میشه خیلی بگذار نکنید اگر هم تو استدام چی جایی خطاگیش نیست تقسیم x کوادرات جمع 1 در کوادرات اگر ساده میکنم گویا دیگر یعنی x جمع 3 این به ضرب میزنید مخرج عمومی میتید سون x جمع 3 با مخرج رو ضرب میکنید فهمون یعنی که این میشه ساده میکنم گویا دیگر x کوادرات جمع 1 مینوسی 2x ln از x جمع 3 ضربی یعنی این چیز x جمع 3 تقسیمی x جمع 3 x کوادرات جمع 1 در کوادرات تمام فهمونید بچه‌ها